چون انگار همه ردبول خوردیم. بعد از این همه ساعت که اینجا نشستیم. مترو که سوار شدی، یکی از دوستان میگفت موقع پیاده شدن از مترو شما باید شنای قورباغه بلد باشی ولی خفه میشی اصلا. بگیم حریم ها در جاهای مختلف متفاوته. مثلا شما تو پارک وقتی روی صندلی یه پارک میشینی، حریم انسان ها حدود 2 متر حتی بیشتره. مثلا اگه اون ور صندلی پارک شما یکی بشینه چپ چپ بهش نگاه میکنی منظوری داره جون این همه صندلی پارک به این بزرگی. حریم بیشتر. تو پیاده رو 1 متر. از 1 متر کسی نزدیکتر به تو راه بره تو پیاده رو با خود میگه این یکی کلکی تو کارش هست. در مترو حریم در حلق همدیگه هست. هیچ اشکالی نداره. میگفت تو الکی رو LCD گوشیت بزن که یه روزی بهش باز 200 نفر نگاه میکنه. همه سرشون تو گوشی تو. عکسای خانوادگی میگفت داشتم نگاه میکردم. بغل دستم گفت اون قبلیه رو من خوب ندیدم. که یک مادر 20 سال زحمت میکشه به سر بچه‌شو میکنه یه مرد و بعد از اون یه دختر در عرض 20 دقیقه خلش میکنه. غریبه. دقت کردین این پسر دبیرستانیا تو خیابون دارن میرن تا یه دختر ببینه همدیگه رو شروع میکنن زدن. چه کاریه؟ چه فرقی از کجا گرفتی؟ همدیگه رو شروع میکنن زدن. به افتخار من دست بزنید خوش میاد. خیلیاتون هم دارین میخندین در حالی که لبخند همیشه قشنگ نیست، مخصوصا زمانی که سبزی روی دندونات گیر کرده یا پوست تخمه یا پوست گوجه یه صدمه زننده این درجه سب این چه قوقایی میکنه. تنها جنس چینی که در اعلا بودن شک نیست دیوار چینه که بعد از 3 سال هنوز خراب نشده. سال هاست حالا باقی جنس میشه پرنده باشی اما رها نباشی، میشه دلت بگیره اسیر غصه باشی. من اگه آسمونم دنیای تو یک بار در زندگی بدبختی رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، حالا دیگه ول نمیکنه همش میگه بوس بده. ساله که چشم دنبالته دلمون دیگه بدون آهنگ هم دست میزنی میشه لج بازی. چون صحبت از محسن یگانه و محسن چاوشی شد، تفاوتی در کار محسن چاوشی نسبت به خواننده های دیگه از اونم هم جنس صدای خراشیده و خسته است و یکی از آهنگ های محسن چاوشی در سالهای اخیر که من گوش کردم برای اولین بار خیلی باعثش خانم من چیزی نگفتم میخندی. به شوهرش نگاه میکنه به من میخنده. خب خوب بود این شکلی بود بهش میخنده. یکی از آهنگای محسن چاوشی رو گوش میکردم چند سال قبل. به محضی که آهنگ پلی شد من اول فکر کردم راز بقا قرار پخش بشه. شگفتی اینجاست چون صدای طبیعت شروع شد، طوفان و رعد و برق.
عروس قصه که امجا موری کرده